خیلیا دوست نداشته باشن این حرفا گفته شه یا کسی بدونه، ولی من امروز اینجام برای گفتن همین حرفا. پس تا آخر ویدیو دل بده بریم. من مهدی سولم و اینجا استدیو پایتخته. خیلی 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 خوش اومدی به پارت اول کنارتم. خب این برنامه همونطور که از اسمش پیداست، نگران نباش من کنارتم. البته اونی که خالصانه و بی‌منت کنار هممونه بیشک خداست. یکی از اون بالا که خالصانه باهاته. منو به عنوان یه رفیق کنار خودت بدون، یا اگه حال نکردی و خوشت نیومد اشکال نره، بی ایراده، من میام کناره. گفتم که ما اینجاییم حال همو خوب کنه. من خودم اندازه یه فول آلبوم داریوش غمگینم. دل هیچکی مثل من غم نداره، مثل من غربت و ماتم نداره. قراره کلی چیز میز یاد بگیریم، کلی حرف بزنیم، کلی کارهای باحال کنیم، دل بدیم، قلوه بگیریم. خلاصه هم فاله هم تماشا. از دستش نره، چون هم مربوط به روند زندگیه هم مربوط به شرایط شغلیته. یه بار دیگه بریم. هم مربوط به روند زندگیمونه هم مربوط به شرایط ارتقای شغلیمونه. آها این درست شد. در قدم اول منیت باید بشکنه، چون این منیت در نهایت به انیت میرسه. عزیز من این مایی که شکل میدی و انقدر کنکاش نکن، هیچ کس به تو فکر نمیکنه. این جمله از دو پهلوش هم درسته، ولی حرف یه چیز دیگه است. آی این منو دوست نداره، آی اون منو تایید نمیکنه، آی این منو نمیخواد. اولا که نخواد به درک. دوم اینکه کی گفته باید همه تو رو بپسندن؟ کی گفته باید همه تو رو تایید کنن؟ این جمله از پایه اشتباهه. شما تایید می‌کنید. محمدیاش طلبها اصلا ندارده. از الان بهت بگم. پس خودتو محدود نکن به اون دسته از آدمایی که جمع کردی و هر روز داری به اون انرژی مسخره روح میدی. اینا رو ول کن. میگه من و جام و می و مشروق الباقی اضافات است. پس منیت پوچه. دیدتو باز کن. در جهان خیلی های دیگه هستن که قرار سر راه تو قرار بگیرن یا تو با اونا آشنا شی. اینو یادت نره که تو موظفی که به هر کسی به اندازه شخصیتش احترام بذاری، نه جایگاهش. یه رئیس پلیس هم وقتی فساد کنه هیچ فرقی با یه مجرم و دزد نداره. حالا بپردازیم به تو دوست عزیز کاسب و خلاق و تولید کننده، یا هر شغل دیگه ای که داری از طریق اون چرخه زندگی تو میچرخونی و از طریق اون پول در میاری. چرا پیج اینستاگرام نری؟ چرا چنل یوتیوب نری؟ یا شاید هم داری، چرا مربوط به عرصه کاریت نیست؟ چرا فعالیت نری؟ درسته، این سوال از خودت بپرس. چون این پلتفرم‌ها ساخته شدن برای شماها، برای تبلیغ معرفی محصولتون و هنرتون و خلاقیتتون. متاسفانه ما از مجازی فرهنگسازی نداشتی. ولی الان چی؟ وقتی میبینی این همه آدم بی ربط دارن فعالیت میکنن. بریم تو کاره. گرما برام عذابه، هرکی کولر میگیرم بازم بدن نداشتم. دور پدرمون ناامید نشو، مثل من بدن تو میرم. درست پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاص. قلبمو بهت دادم، چرا قلبمو شکستی؟ به هم دیگه کمک کنید دوستان، دست افتاده را بگید. از بی‌هنریاشون 800 میلیون رهن کامل رویات شد باده.
شد با دل بی معنی کابل. تنها استفاده شون هم از ابزار جنسی. 1 2 3 خدا برکت بده حولامونو. یه توییت قدیمی بود که میگفت اسرائیل 8 میلیون جمعیت داره، دنیا جهانبخش 16 میلیون فالوور. این نشون میده که ما 2 برابر جمعیت دشمن حول داریم. حول چیست؟ به خدا هیچ کدومتون نمیدونستی. حول اینه. خب حالا این چرا بهش میگن حول؟ این یه حشره خیلی کوچیکه تو آفریقای جنوبی 98% بدنش آلت تناسلی تشکیل داده. کلا 2% بقیه‌اش قلب و مغز و اینجور چیزاشه دیگه. خیلی زشت شد. الان میفهمی چی میگم؟ نه متوجه نمیشم. ولی الان خیلی جدی میخوام بهت بگم با افتخار برو پیج تو افتتاح کن. اصلا فکر کن داری در مغازه رو باز میکنی یا در دفترت رو باز میکنی، ولی این سری با تکنولوژی. اینم فکر نکنی من دارم استاد بازی در میارم نه، منم تازه شروع کردم و به خاطر همین دوست دارم با هم برسیم، چون با هم برسیم خیلی قشنگ‌تره. شاید یه نفر الان بگه من که تخم فروشی دارم، به درد من که نمیخوره. اتفاقا به درد تو میخوره. بیا آموزش تم دادن به تخمه رو، یا کاشت و برداشت رو، یا فرق تخمه رو و های دیگه. یا شاید یه نفر دیگه بگه من سوپرمارکت دارم، به درد من نمیخوره. چرا؟ اتفاقا به درد تو هم میخوره. جنسات شارژ میشه، اطلاع رسانی میکنی، یا این تعرفه ها که میفته سبد کالا و غیره و غیره، اطلاع رسانی میکنی، یا توی محله و شهرکی که هستی یه سقف خریدی میذاری که از طریق اون توی پیجت مثلا ثبت خرید بزنن و تو رایگان بفرستی. به من اینا رو نمیدونم، شاید همین الان با گفتن این حرفای من تویی که تخم فروشی یا سوپرمارکتی داری 1000 تا ایده برای تولید محتوا اومد تو ذهنت. از چشما هم نترسید. من خودم انقدر گفتم زشت، زایه است، خیته، وای نگاه مردم، وای این وای اون، ولی زشت و خیت یا زایه فکر من بود، چون همین حرفایی که من دارم الان میزنم و قبلا هم میگفتم ولی کسای دیگه عملیش کردن و خدا رو شکر نتیجه گرفتن. ز عمل کار برآید، به سخنرانی نیست. قرار نیست همه شما رو دوست داشته باشن، قرار نیست همه شما رو تایید کنن، پس دنبال تاییدیه نباشید. محمد رضا شایع توی برنامه یه حرف خیلی باحالی زد. گفت تو فکرته که یه روسری فروشی بزنی، تو فکرتو با اون پلن و برنامه‌ای که داریم برنامه شدنیه، این کار شدنیه، ولی تو سر من شدنی نیست و تو قرار نیست با سر من زندگی کنی که. برو این کار رو عملیش کن و به من و امثال منم بفهمون که اگه نمیتونن کمکی کنن پس سنگ راه بقیه نشن. مطمئنم که تو میتونی، چون تو عاشق کارتی که میتونی 5 صبح خورشید زده یا نزده توی سرما و گرما بلنشی بری تو اون فضا و جوی که داشته، حالا چه کارمندی چه اگه شغل خودت باشه. پس تو علمشو داری، عشقش هم داری، یه ترکیب برنده، چی از این خفن‌تر؟ حالا تو فکر کن بتونی شروع و انجام و پایان کارتو بذاری، هم خودت کیف میکنی هم بقیه رو مجاب میکنی که این تغییر رو بپذیرن و کی از تو بهتر، چون این همه نمونه کار داری توی مغازه دیجیتالت، همون اینستاگرام یا یوتیوب یا هر پلتفرم دیگه ای. من این دفعه اصلا به کار و شغل خاصی اشاره نکردم. تو خودت نسبت به شغلی که داری بذار پشمند این حرفایی که من زدم به جوابت میرسی. و این آویزه گوشت کن که برد کسی باخت شما نیست و باخت شما برد کسی نیست، هر کسی تو جایگاه خودش. خیلی حرفای دیگه هست واسه گفتن ولی دلم نمیخواد خستتون کنم، به خاطر همین مثل شعارمون که پا به پاه، تو این قضیه هم گام به گام. پس تا اینجا چی شد؟ منیت رو بریز دور، خودتو محدود نکن به یه سری از آدمای محدود، از چشما و نظرها نترس، کارتو انجام بده، بذار بقیه نتیجه رو ببینن.
خفن ترین تصمیمه. و در آخرم همین الان پیج مربوط به شغلتو طراحی کن و اگرم تنازی یا آدم گوشتیرینی هستی اینو چاشنی کارت کن، هم محصولتو معرفی میکنی هم خنده به لب میاری و بازم چی از این خفن‌تر. واقعا به این فکر کن که داری یه مغازه جدید باز میکنی، خرجش برای تو همون اینترنتیه که میگیری باهاش میری اکسپلور رو جارو میکنی، ولی این دفعه قراره همون اینترنت رو بگیری ولی مربوط به شغل خوده. پس برای تو ضرری نداره، یا میشه یا میشه، نمیشه نریم. نمیشه واسه سوسن بود که 30 سال پیش عمرشو داد به من و شما. از همه مهمتر دیدتو نسبت به اعداد عوض کن. متاسفانه اینستاگرام تعداد آدما رو خیلی بیارزش کرده. مثلا اون کسی که تازه شروع کرده 1 ماه مثلا فعالیت داره، اوقات فراغت داره تو اکسپلور میچرخه، یهو میبینه 5 میلیون، وای 10 میلیون. میاد پیج خودش چک میکنه، مثلا میبینه 200 تا ویو گرفته، میشینه فکر میکنه، میبینه وای من قراره کی برسم به اون عدد. اولا که تو اصلا نیاز نری به اون همه بازدید. تو فکر کن 1 میلیون دنبال کننده داری، میرسی خدمت رسانی کنی همشون هم سفارش بدن، نمیشه دیگه. قدم قدم پله پله. بعدش به این فکر کن مثلا تو رفتی بیرون، همون 200 نفر حضوری ببیننت بگن دمت گرم چقدر کارت خفن، ادامه بده. یا مثلا همون 200 نفر بیان دم مغازه، باید صف ببندن. و بذار خودمونیشو بگم، تو فکر کن 200 نفر خیره بهت، تو هم قرار محصولتو بهشون معرفی کنی. چقدر استرس میگیری خدا وکیلی؟ دست و پاتو گم نمی کنی؟ قسم میخورم که یه تانکر آب میخوری که تهش بگی سلام. خودمونین دیگه. میبینی همینقدر ساده است. فقط کافیه تو دیدتو نسبت به وضعیت عوض کنی و تمام تمرکزتو بذاری رو کار و تولید محتوات. ما بقیشم باید زمان بدی و عجله نکن. فقط استمرار داشته باش و این رویه رو قطعش نکن. مثل کار همونطوری اتوماتیک وار بلند میشی میری و میای. اینم دقیقا مثل شغل بهش نگاه کن. حتما به حرفام فکر کن. تو قسمت‌های آینده بیشتر به این قضیه میپردازیم و در کنارش راجع به بحث شیرین فروش و فروشندگی و هر چی که به کیفیت فروش کمک میکنه. الان فکر نکنی من پکیج فروشم یا میخوام الان بگم بیا برو این کتاب بخون یا این کتاب بخون یا اینو این یا صدها کتاب دیگه. تو باید رشد کنی، باید برای رشد کردن تغییراتی ایجاد کنی که درست کنی. تو کارهای هر روزه تکرار اونم شاید جایی که هستی تغییر بودی. نه نمیگم نخونا، حتما بخون، ولی من تجربه‌ام چاشنی این کتابا کردم، خروجی خفنی داشته و هممونم میدونیم که تجربه به همه چی چربیده و میچربه. پس پیش ما بمون، قول میدم کلی خوش بگذره. اگه حتی یه خط از حرفام برات مفید و کارساز بود، لایک و کامنت و ساب یادت نره و اگه تجربه ای داری حتما تو کامنت ها بنویس، شک نکن که توی پارتای بعد ازش استفاده میکنم. یادتون نره که چشمای قشنگ شماست که به ما ارزش بودن میده. پس چشمای قشنگتون رو از ما دریغ نکنید. تا یک کنارتم دیگه، بدرود.